بریم که بهتون نشون بدم لونه مرغا رو از باغ با چی داریم میبریم خونه. با من همراه باشین. فقط ببینید لونه مرغا رو از باغ داریم میبریم پارکینگ خونه. با چی داریم میبریم؟ نه به وانت یعنی اینا. یاسر هم سوار شد که بره این نیفته. یاسر خداحافظ، بای بای. ببینید با چی داره میره، افتخاری هم میکنه. یاسری آی خدا. آره بگه قوقل قوقل کنی. یاسر رو تو قفس مرغا داریم میبریم. لونه جدید یاسر. ای خدا چه شکلی هم گرفتی تو بچه. جایی چرا باز شده؟ هوا میکنم خفشون طب چرا تو آخه مجبورید مگه هوا کن هم مثلا چرخه می آوردید تو در می آوردید. چشم مامان جا به جا بشه یا یاسر درش آخه نبود بابا برکس باره فقط این پتومتو دوباره باز این آوردم بیرون چون درش اونور بود. باید اونور بیفته که راحت بیام غذا بدم به جوجا. خب برو. یعنی پتومت این دوتا هم به قربان. مرغ و فروسا هم پشت ماشینن اونجا. بریم بندازیم توی فقط ببینیم مرغ فروشی باز کردیم. بگیر بگیر میپرنم. ماما گت دادا ببند حسین بگیر. حسین نه مرغ بده من در یه دعاش بده من ماما بنوی برو بیا میگم الان میگم خدا اینجا کجا. ماما سلاله باق سلطانه ماشین میاندم ماشین میگیریم شمز خلاص پنجینه تمام شد. Erse kalmır ki maşının dalına atılmıyor. سلطان سلطان پریزی داره. سلطان رضا قطوندو اینم مرغداری جدیدمون. باید البته این زیرش کلن خاک بیاریم بریزیم وگرنه مریض میشن. Tut. اما نجا تو میگی بیره توشه جا خیره. آخرین مرغ محبوب رویا. چیل من عاشق اینو.